عزیزان درباره با محرم به راه آمدن، خیلی که در یک سوال جواب کوتاه هم گفته گذاشته بودم، بین علما اختلاف است. سفری که برای عبادت هست در آن ثواب دارد، به محرم آیا یک زن مسلمان رفته میتواند یا نه؟ اختلاف است. اما سفری که عادت هست، یعنی عادی برای رفته یک سیاحت کرده آمدن، نزد دوست و دوگانه رفتن، یک خرید رفتن، این همه اتفاقا جمهور علما اتفاق هستند که زنک به محرم نرود، حتی نزدیک باشد هم. اما سفری که در آن عبادت است، مانند حج کردن، علل خصوص عمره کردن، که عمره هم چه خیلی گفتم در نزد بعضی علما فرض است، در این باره بین علما اختلاف است. مثلا در مذهب امام مالک و در مذهب امام شافعی، در قول راجح امام شافعی، وقتی که زن همراه خود همراهانی امانتدار دارد، یا گفتیم رفقت الامینه دارد، یعنی همسفران دارد که در داخل آنها به او هیچ خطر تهدید نمی کند، همراهش یک گروهی به آن باوریناک هستند، زنک می تواند عمره کند و می تواند حج کند، میتواند عمره کند. و با این فتوای عربستان سعودی هم هست که اگر رفقه آمینه، شرطش رو ببینید که همراهش یک گروه باشند که در داخل آنها هیچ خطر او را تهدید نمی کند، مانند گروهی حاجیایی که هستند، زنها با زنها، مردها با مردها، زنها جای خوابشان جدا، راه بلد همراهشان هست، ان شاء الله باکی ندارد. اما تک و تنها برآمده میروی، راه رو نمیدونی، هیچ چیز رو نمیدونی، مثلا یعنی در اینجا کسی به اون اجازه نمیدهد. رفقه آمینه یعنی یک گروه همراهی او هستند، و حدیث در صحیح بخاری است که حضرت عمر رضی الله عنه همسران پیامبر را در زمان خلافت خود همراه عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف به حج گسیلانیده بودند. و عمره هم وقتی که همراه زن یک گروه هستند که در داخل آنها یگان چه خیلی گفتم خوف و یگان خطر به او نیست، میتواند برود. البته در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و در مذهب امام احمد جایز نیست، فقط در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه در بدایع صنایع هم هست، این در حاشیه ابن عابدین هم آمده است. یعنی عموما در همه کتاب های مبسوط سرخسی هم هست. مشهور مذهب احناف آمده است که اگر راه از 3 روز زیاد باشد زن نمیتواند برود، اگر از 3 روز کم باشد آن هم به شرطی که او را یگان خوف تهدید نکند، او میتواند به سفر حج براید، یا سفری که در آن گفتیم واجب است، سفرهایی که برایش فرض است براید. اینجا البته یک زن وقتی به محرم خود می رود، به پدر خود، به برادر خود، به پسر خود، به تقای خود، عمک خود، این بهترین است. یعنی بهترینش این است که از همه شبهه خارج شوید و همراه محرم روید. اما البته زنهای هم هستند که خطا نکنم این قولی حضرت عایشه هم هست که وقتی به حضرت عایشه گفته می شود که به محرم یگان زن به سفر حج نبراید، حضرت عایشه میگویند آخر هر یک زن محرم یافته نمیتواند برای خودش، اینها چیکار کنن؟ هیچ عمره نکنن، هیچ فرض نکنن. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای الله هر کسی که شرایط راه را داشته باشد حج کردن فرض است، باید حج کند. همین آیت رو دلیل میگیرند مذهب مالک شافعی و میگویند الله حج رو فرض کرد و وقتی که زن هم برای زن هم همیشه فرض است و وقتی که خطر او را تهدید نمیکند و چه خیلی گفتیم همراه یک گروه هست یا رفقه دارد، همسفران دارد که به آنها باوری ناک هستند، ان شاء الله باکی ندارد. پس مسئله محرم مسئله اختلافی است که در زمان حاضر اگر ان شاء الله، چون فتواهای علمای معاصر هم هست، وقتی که شما با گروه می روید که هیچ خطر شما را تهدید نمی کند، با گروه گفته ایستادم، نه اینکه یک دخترک یک جوان بگیرد سمکه هایش خودش روانه شود، نه، با گروه حاجی ها می روید که اونجا راه بلد دارید، اونجا حتی دکتر یا گفتیم طبیب در داخلش هست، اونجا کسی رو تهدیدی یگان مثلا دزدی و یگان پریشانی های دیگر نیست، ان شاء الله باکی ندارد.